به نام خدا با عرض سلام به خبرهای ساعت 11 از یک خوش آمدید. من خالده عمری هستم. وزارت دفاع از فراغت 601 تن از نیروهای اردوی ملی که آموزش‌های مسلکی 6 ماهه دیدند خبر داده است. فارغان در مراسم فراغتشان آمادگی کاملشان را برای خدمت و فداکاری برای نظام اسلام اعلام کردند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که نشست فرمت مسکو با حضور نمایندگان ویژه و مقامات ارشد از 9 کشور منطقه روز جمعه 13 میزان برگزار می شود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه کشور، مهمان ویژه این نشست خواهد بود و هدف اصلی این نشست گسترش تعامل میان کشورهای منطقه و امارت اسلامی دانسته شده است. مسئولان در جمعیت هلال احمر افغانی از ایجاد یک کمیته ویژه به منظور شناسایی و بازپسگیری زمین‌های غصب شده این نهاد خبر می‌دهد. شهاب الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر افغانی، بر تنظیم عواید تاکید کرد و افزود که لوازم مورد نیاز کارکنان این نهاد و توسعه خدمات بشردوستانه باید از درآمدهای این نهاد صورت گیرد. تام وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، به حیث سرپرست دفتر هماهنگی تحریم‌های وزارت امور خارجه آمریکا گماشته شد. میتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با بیان این مطلب گفته که تعهد سیاسی ایالات متحده به افغانستان یک اولویت پایدار است و ماموریت تام وست را پس از این کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، نماینده ویژه آن کشور برای زنان افغانستان و دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی به پیش خواهند برد. اسکندر مومنی، وزیر داخلی ایران، با تاکید به اخراج پناهجویان افغان از آن کشور میگوید که ایران دیگر ظرفیت پذیرش پناهجویان غیرقانونی افغان را ندارد. وزیر داخلی ایران همچنان افزوده که اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک در اولویت برنامه‌هایشان قرار دارد. از سوی هم سازمان بین‌المللی مهاجرت با نشر گزارش گفته که در یک هفته بیش از 100,000 پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. وزارت خارجه کشور حمله‌های اسرائیل به لبنان را نکوهش کرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه از سکوت جهان در برابر حمله‌های اسرائیل بر غزه انتقاد کرده و از جامعه جهانی خواسته اقدام‌های فوری را برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در غزه و لبنان برای پایان نسل‌کشی در غزه انجام دهند. برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که به هزاران زن افغانستان که بیشتر آنان نانآور خانواده‌هایشان هستند برای یادگیری مهارت‌ها و خودکفا شدن آنان کمک کرده است. این نهاد افزوده که زنان افغانستان فرصت اندکی برای کسب درآمد در این کشور دارند. با این حال آگاهان اقتصادی ایجاد فرصت‌های کاری به زنان افغانستان را در بهبود وضع اقتصاد کشور سودمند می‌دانند. سپاسگزارم از توجهتان. وقتتان بخیر.